از این آیه شریفه زجر برای منافقین در غزوه تبوک. غزوه تبوک خودش یک غزوه امتحانی و آزمایشی بود که در فصل تابستان موقع محصول خرما دستور رسید که به تبوک که به مسافت 30 روز دور از مدینه منوره سرحد رومی ها بود و یک لشکری بسیار مجهز رسول علیه السلام آماده کرد که ببره. رسول علیه السلام این لشکر را مستقیما دستور تجهیز داد. منافق ها لیتا و لعلا تخلف کردند، از مخلصین هم چند نفری ماندند و آخر داستان آنها هم در این سوره مبارکه آمده و بر منافقین هم زجر و تهدید زیادی در این سوره هست. از اینجا الله سبحانه و تعالی میگه اگر می بود این غزوه تبوک یک سامان قریبا و سفرا قاصدا عرضن به معنی آنچه که به انسان عارض می شود و می رسد مراد سامان. لو کان عرضا قریبا، اگر این مسافرت یک سامان قریب الحصول بود و سفری درمیانی می بود تو لتبعوکا، این منافقین شما را اتباع می کردن ای پیغمبر، ولكن بعدت علیهم الشقه، لیکن خیلی دور بود بر سر آنها مسافت عظیمی در پیش بود، دور بود برای آنها. به این خاطر آنها شما را اتباع نکردند. لیکن وقتی شما از غزوه باز میگردید برای معذرت خواهی قسمهای بسیار بزرگی میخورند و سیحلفون بالله، و وقتی شما باز میگردید از غزوه تبوک اینها قسم میخورند به خدا که اگر استطاعت میداشتند که با شما همراه بشن، البته حتما قسم میخورند که اگر ما استطاعت میداشتیم که با شما حرکت کنیم در این مسافت غزوه تبوک تو لخرجنا معکم، حتما ای پیغمبر ما با شما خارج می شدیم. به خاطر این دروغهای بزرگ یهلکون انفسهم، خود را هلاک کردند، نفسهای خود را به هلاکت انداختند چون قسم دروغ می خورند و خدا می داند که آنها دروغ می گویند. با وجود استطاعت عمدن با شما همراه نشدند. الله تعالی از کاذبیت اینها اطلاع کامل دارد. بسیاری با لیتا و بهانه‌های مختلف و گوناگون آمدند و اجازه گرفتن و پیغمبر گفت باشه شما که نمیرید، توانایی ندارید، فرصت ندارید، نیایید. الان الله سبحانه و تعالی میگه عفا الله عنک لما اذنت لهم، چرا به اینها اجازه دادی فوری و صبر نکردی حتی یتبین لك الذین صدقوا، تا که برای شما مشخص بشن آنهایی که راست میگن یعنی مخلصی، یا آنهایی که با اجازه میخوان بشینه. اگر اجازه نباشد، اجازه معنیش اینه که اگر اجازه نرسید برای نشستن ننشینه. شما چرا عفا الله عنک، اول الله تعالی عفو میکند و بعد عتاب میکند. الله تعالی شما را بخشیده، چرا اجازه دادی فوری و صبر نکردی تا که مشخص میشدن برای شما صادقی؟ آنهایی را که شما اجازه نمیدادید و همراه می آمدند اونها صادق میشدن و آنهایی که بدون اجازه می نشستن کاذب میشدن و تعلم الکاذبین، کاذبین را هم شما میدانستید. این سوره فاضحه هم گفته شده است که منافقین را از مؤمنین این غزوه خواسته که مشخص کنه. غزوه تبوک حکمت بالغه همین بود که منافق از کافر مشخص میشه. عفا الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لك الذین صدقوا و تعلم الکاذبین.
و شما کاذبین را همین دانستید مشخص می شدن برای شما کاذبین را و مؤمنین را مخلصین را از یکدیگر ممتاز می کردید. معلومه پیغمبر غیردان نیست. الله تعالی با این یک سری امتحاناتی میخواهد علم پیغمبر علیه السلام برسد. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر، اجازه نمیگیرند از شما آنهایی که ایمان دارند به خدا و روز آخرت. برای این مطلب الله قبل از ان لام و بعد از الله اجازه نمیگیرند به خاطر اینکه جهاد نکنن با مال و جان. مؤمن از جهاد اجازه نمیگیره، یعنی مؤمن برای جهاد آماده. اجازه نمیگیرند از شما که ایمان دارن به خدا روز آخرت برای این مطلب که جهاد نکنن آنها با مال و جان. والله علیم بالمتقین، الله تعالی اونهایی را که متقینن، خدا متقین را میداند، علیم بالمتقین هست. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، جزی نیست که اجازه میگیرن از شما بدون عذر آنهایی که ایمان ندارن به خدا و روز آخرت. مرس اول انکار مبدأ، یعنی الله را دستورات خدا را باور ندارن، جهاد را حکم خدا نمیدانند، آنها از شما اجازه میگیرن. آنها روز قیامت را هم به آنطوری که عقیده داشته باشند ندارن. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر وارتابت قلوبهم، اونها میان اجازه بگیرن که نسبت به اسلام دل آنها شک دارن، دلهای آنها شکوک دارن، تردید دارن، باورشون نیست که این پیغمبر برحقی هست، محمد پیغمبر برحقی هست، قیامتی هست، در مقابل جهاد به ما اجر و ثواب گیر میاد. فهم فی ریبهم یترددون، اونها در آن شک و شبهه‌ای که در دل دارن همیشه مترددن، همیشه گاهی خیال مخالفت در آنها میاد که باید این مخالفت این را بکنیم، گاهی میدونن اگر مخالفت کردیم دیگه ما مثل دیگران کشته میشیم، لذا در فکر مخالفتن، موافقت میفتن. منافق همیشه در شک و تردیده، حیرانه که چه زمان موافقت کند و چه زمان مخالفت کند. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، آنها دارن شک و شبهه‌ای که نسبت به پیغمبر و اسلام و قیامت دارن همیشه در مترددن، گاهی فکر مخالفت در آنها موج میزند و گاهی وقتی فکر موافقت و تسلیمی. ولو ارادوا الخروج، دلیل دیگر که اینها عذری نداشتن، اگر اینها اراده خروج میکردن با شما طبقی که شما اعلان کردید که ما به یک غزوه بسیار مهم میریم و همه آمادگی کنید، اگر اینها اراده خروج را با شما به جهاد غزوه داشتن تو لعدوا له عدتا، کم از کم آماده میکردن برای آن اسبابی. عده اسباب سفر و اسباب ضروریه را میگن عده اسباب را آماده میکردن. ولکن کره الله بعاثهم، لیکن به وجه عدم اراده در غزوه الله تعالی حرکت آنها را ناپسند دانست. کره الله بعاثهم، الله تعالی حرکت آنها را ناپسند دانست. فثبتهم، الله تعالی آنها را تو زمین ثابت نگه داشت. ای کسلهم، جان آنها را گران کرد. تفسیر جلال معنیش کرده ای کسلهم، آنها را جانشون گران کرد. وقیل قدوم القائدین، و گفته شد به حکم تکوینی گفته شد نه تشریحی که بشینید با آنهایی که بدون عذر نشستن. شما لیاقت ندارید که با پیغمبر همراه بشید. با امر تکوینی گفته شد که با آن بچه ها و زنهایی که در خانه نشستن شما هم مثل همانا بشینید در خانه. او قدوم القائدین، این حکم تکوینی تشریعی نیست. الله تعالی می فرمایند که اگر اینها هم می آمدن با شما در جبهه، خیلی دلیل ها نیست، اینها فتنه و فساد و اختلاف و رنجیدگی ایجاد می کردن. لو خرجوا فیکم، اگر اینها هم خارج می شدن در میان شما می آمدن، تو ما زادوکم الا خبالا،
اینها شما را برای شما هیچ چیزی اضافه نمی کردن غیر از فساد و درگیری و اختلاف و چون و چرا در سفر و ناراحتی ایجاد می کردن. دیگه خیلی در اینها نیست. ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم، البته تاخت می دادن اسبها را در میان شما برای فساد. این لا نیست، این لام تأکیدی هست. اوضعوا به معنای اسب دوانی، خلالکم در میان شما برای فساد، در حالی که طلب می کردن آن تاخت کنندگان فتنه را برای شما. لآوضعوا، اینها تاخت می دادن بین شما اسب فساد را اینها بین شما تاخت می دادن، در حالی که طلب می کردن فتنه را. اونها طلبگار فتنه بودن. و فیکم سماعون، هنوزم تعدادی برای سخن چینی و برای انتقال حرفها، برای کشف اطلاعات در شما هستند که از اینجا حرف را جمع میکنن و گزارش میدن به دشمنان. و فیکم سماعون، و در میان شما کسانی هستند که میشنوند لهم برای آنهایی که نه آمدند، یعنی جاسوس هم در میان شما هست برای کشف اطلاعات. با این غزوه هم تعداد منافق همراه است. والله علیم بالظالمین، الله تعالی ظالمین را، منافقین را میداند و آنها را به موقع عذاب میدهد. حالا شرارت جدیدی اینا نیست، اینا قبلا هم خیلی شرارت کردن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اینها طلب کردن فتنه یعنی مخالفت رسول را قبل از این غزوه تبوک. و قلبوا لك الامور، و خوب زیر و رو کردن برای شما کارها را. قلبوا لك ای لضررک، برای ضرر شما کارها را خوب اینها زیر و رو کردن. لحظه علاوه از این غداری که الان آمدن یا هستن برای کشف اطلاعات و برای اینکه جاسوسی کنن، اینها قبلا هم کارها را خوب برای ضرر شما زیر و رو کردن. قلبوا الامور حتی جاء الحق، تا حق آمد، وعده صادق، یعنی حق چیه؟ تفسیر و ظهر امر الله، حکم خدا غلبه پیدا کرد. الله سبحانه و تعالی شما را در بدر و احد و احزاب و حنین و فتح مکه و این غزوه تبوک بعد از فتح مکه بود. لحظه خدا کارش را آورد بالا. الان اینها چاره‌ای نداشتند از این که بخوانند کلمه و بیاین خود را مسلمان معرفی کنند. قبلا هم اینها در احد و در جاهای دیگری هم بر علیه شما خوب کارها را زیر و رو کردن، خوب تدبیر کردن، تا اینکه حق آمد، وعده صادق خدا و حکم خدا ظاهر شد، فتح مکه شد، طائف شد، حنین شد، حکم خدا ظاهر شد. در حالی که اینها خیلی ناپسند می داشتن پیروزی شما را و کامیابی شما را و هم کارهون بودن. حالا انصاف و اقسام منافقین را با منهم الله تعالی بیان می‌کند. یک منافقی به نام جد ابن قیس وقتی پیغمبر میخواست بره برای تبوک آمد به محضر پیغمبر و گفت که در آنجا زنان خیلی زیبایی هستند، زنان رومی، و من فریفته زنانم، وقتی اونجا ببینم آنها را من نمیتونم خود را نگهداری کنم، لحظه توی فتنه زنا میافتم، لحظه من با خود نبر و من در فتنه نینداز. به پیغمبر میگه، پیغمبر گفت خوبه باشی شما بمونید نیایی که در فتنه نیفتید، فتنه زنا. الله تعالی میگه و منهم صنف اول، گروه اول از این منافقین آنهایی هستند که میگن به شما ای پیغمبر که ای ذلی به ما اجازه بده که نیایی، ولا تفتنی و ما را در فتنه نینداز تا که ما
در فتنه زنا اونجا میفتیم فلان. الا الله تعالی تهدید میکند خبردار فی الفتنه سقطوا، اینها توی فتنه مخالفت رسول که پیغمبر را مخالفت میکنن و فرمان خدا را اطاعت نمیکنن و با این بهانه پوچ اینها میگویند که ما را پیغمبر شما تو فتنه نیندازی باد بردن به روم. الله تعالی میگه توجه داشته باش اینها تو فتنه افتادن. الا فی الفتنه سقطوا، اینها توی فتنه مخالفت رسول و نافرمانی رسول افتادن، لیکن ها احمقن، شعور ندارن. این در دنیا هست که اینها توی فتنه افتادن، خبر ندارن. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، اینها که در دل مؤمن نبودن کافر بودن و جهنم هم احاطه کرده برای کفار را، همه کفار را جهنم احاطه کرده. کفار در حیطه جهنم، اخر جهنم در قسمت پایینه و کل این آسمان را احاطه کرده. این کافرها را الله تعالی با جهنم احاطه کرده ولی اینا خبر نداره، شعور نداره. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، اینا خیلی دشمنن. اگر برسد به شما ای پیغمبر حسنه، فتحی، پیروزی، تو تسوهم، اینها را این حسنه شما خیلی ناراحت میکند، بد میکند، اینها را چهرهشون سیاه میکند. تسوهم و ان تصبک مصیبتون، اگر برسد به شما ای پیغمبر یک مصیبتی، رنجی، بلایی، ناراحتی، یقولو، میگن از خوشحالی قد اخذنا امرنا من قبل، که الحمدلله ما از اول کار خود را گرفتیم. قد اخذنا امرنا من قبل، مقصدش اینه که ما برای خود از اول حیله کردیم و در این معرکه نآمدیم. و یتولوا، و باز میگردن در حالی که خیلی خوشحالن که در این غزوه همراه نبودیم، به ما آسیبی میرسید، رنجی میرسید، ما فکر خود را از اول کردیم. قد اخذنا امرنا من قبل، یعنی ما فکر خود را از اول کردیم، در غزوه شریک نشدیم، به ما هیچ آسیبی هم نرسید. یتولوا، اینها باز میگردن، این حرف را میزنند و باز میگردن در حالی که خیلی خوشحالن در قلب که با شما همراه نبودن، ولی عذاب اینجا دیگه آسیبی به آنها نرسید. قل به اینها بگو، به این دشمنان، که لن یصیبنا، هرگز به ما نمیرسد، الا ما کتب الله لنا، مگر آنچه خدا برای ما نوشته. اگر به ما فتحی میرسد نوشته شده از خدا هست، و اگر به ما شکستی میرسد همه چیز ما نوشته شده هست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، او کارساز ما هست، او مشکل گشای ما هست، اون مولای ما، مددگار، معین، ناصر، نافع، زار، او هست، او حاکم مطلقه، هرچی از دوست میرسد برای ما نکوست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، تخصیص ما نیست، باید بر خدا اعتماد کنن مؤمنین. مؤمنین باید اعتمادشون بر خدا باشد، خیر و شر را از خدا بدانند، سعادت و نیکبختی را و خدا نکرده شقاوت، همه چیز از خدا هست. شما وقتی برگشتید ای پیغمبر، اذا رجعت الیهم، وقتی شما به طرف آنها برگشتی بگو که ای منافقین، شما منتظر یکی از دو خیر ما هستید، یا منتظرید که به ما خیر شهادت برسد یا به ما خیر پیروزی برسد. مؤمن در میدان جهاد به یکی از دو خیر حتما میرسد، یا به خیر شهادت میرسد و جنت فوری، یا اینکه به خیر غالبیت و پیروزی میرسد. خلاصه مؤمن به هیچ عنوان در مسیر خطا نیست. هل تربصون بنا، بگو به این دشمنان مار در آستین، شما انتظار ندارید برای ما الا احدى الحسنین، مگر یکی از دو نیکی، یا پیروزی و فتح بر دشمن یا شهادت. شهادت هم برای ما حسن به هر شهادت یا فتحی که از دو
خیر شما منتظرید و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده و ما مسلمان ها انتظار داریم برای شما که خدا به شما برساند عذابی را از طرف خودش یا به دست ما شما را عذاب بدهد، یعنی کفر شما را ظاهر کند مثل باقی کفار یهود و نصارا، بنو قریظه و بنو نذیر. الله تعالی با دست ما شما را ذلیل کند، شما را عذاب بده. ما برای شما از دو تا یکی را منتظریم که خدا با عذاب خودش شما را معذب کند یا با دست ما. پس شما هم انتظار بکشید برای ما یکی از دو حسن را که انا معکم متربصون، ما هم برای شما منتظری که خدا از طرف خودش به شما یک عذاب بده یا به دست ما. حالا زجر بر قول ثانی که اینها گفتن که شما خرج نکنید بر پیغمبر و بر صحابه. حالا الله سبحانه و تعالی به اینها میگه قل، بگو به اینها انفقوا طوعا، خرج کنید به خوشی، طیب خاطر، او کرهن یا به ناخوشی، از ترس خرج کنید. به هیچ صورتی از شما نفقات شما پذیرفته نیست. لن یتقبل منکم، چرا که شما ایمان ندارید. چه به خوشی خرج کنید چه به ناخوشی خرج کنید، در هر صورت نفقات شما پذیرفته نیست پیش خدا. چرا که انکم کنتم، این علت لن یتقبل منکم هست. چرا پذیرفته نیست؟ که انکم کنتم قوما فاسقین، شما قومی هستید فاسق، یعنی از فرمان و خدا و رسول خارجید، کافرید. این خاطر صدقات کافر از او پذیرفته نمی شود و برای او اجری ندارد. علت تفصیلی ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. مانع نشد از پذیرش صدقات آنها مگر اینکه آنها کفر کردند. ببینیم ما منعهم فاعلش الا انهم، این جمله فاعلش است. مانع نشد آنها را از پذیرش نفقات آنها الا مگر اینکه آنها کفر بالله کردند و به رسول خدا و نه آمدن برای نماز در مسجد الا مگر در حالی که خیلی جانشون گران بود، کسالا بود، کسلا بودن، چون اعتقاد به نماز نداشتن. و اینها انفاق نکردن در امور خیر الا مگر در حالی که به خاطری که ایمان نداشتن ناپسند می‌دانستن. این خرج هم برای نشان آنها ایمان نداشتن، این انفاق را هم در حال کراهت می‌کردن، خیلی ناپسند می‌داشتن خرج می‌کردن. پس اینها که خیرات اینها و صدقات اینها پذیرفته نمیشه به خاطر اینکه ایمان ندارن، نه به خدا و به دستورات خدا و نه به پیغمبر و دستورات او، و نه اینها اعتقاد نماز دارن و نه اینها اعتقاد صدقه دارن. این صدقه را همینطور برای نشان دادن میارن که بله ما هم کمک کردیم مدارس را، کمک کردیم پیغمبر را. خلاصه برای نشان دادن و این خرج را برای نشان دادن میکنن در حالی که خیلی هم ناپسند میدانند و هم کارهون هستند به وجه عدم ایمان. اگر الله تعالی دفع شبهه میکند فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، در عجب و تعجب نیندازد شما را ای پیغمبر اموال اینها و اولاد. شما میبینی اینها خیلی ثروتمندن، اینها خیلی اولاد دارن، مال و ثروت و امکانات مال همین منافقین شد. بین خاطر از این اموال اینها و از این اولاد اینها شما در تعجب نباشید. چرا؟ بخاطر اینکه انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزکى انفسهم هم کافرون. الله تعالی تصمیم گرفته که آنها را معذب کند با خدمت این مال و اولاد. همش در جمعوری مال اولاد شب و روز در فکر همین هستند، همه فکر و غمشون همینه که همین ثروت را ببرن بالا. الله اراده کرده که اینها را معذب کند با همین مالها در حیاتی دنیا که شب و روز جانشون کنده باشد برای جمع کردن مال
و کنده بشه جان آنها. الله تعالی اراده کرده که جان آنها کنده بشود در حالی که آنها کافرن. پس این دیگه بدبختیه. این کفار جانشون کنده شب و روز در جمع‌آوری مال، در فکر مال، در فکر ثروت، شب جدا زحمت میکشن، روز جدا زحمت میکشن. چقدر میخوان از این دنیا بخورن؟ اون یک لقمه غیر از گلو اینها نمیگذره. باور کنید اینها اشتهای غذا ندارن. این حریصان مال این وقت جمع میکنند و حساب میکنند و تکمیل میکنند. اگر یک روزی دیر وقتی گفتن که یک زمانی که اصلا نام میلیون را مردم نمیدانند، یک بنده خدای الله تعالی ببخشدش فوت کرده، گفتن در یک سفری سود او 1 میلیون بوده، 2 میلیون بوده. اون زمانی که میلیون ها اصلا کسی نمیشنا، اون زمانی که شهریه ما 3000 تومان بود، او در یک معامله 1 میلیون سود کرده بود و روز نهار نخورده که من فایده کم کردم. حالا شما نگاه کنید یک کارگر برای 100 تومان کار میکنه و یک نفری در یک معامله 1 میلیون سودشه، او از غذا میفته. تو همینه دیگه. الله تعالی انسان را نوکر کرده. کجا شده این ثروت و مال؟ اونم بیچاره الله تعالی مغفرتش کند، کشته شد و رفت برای خودش، هیچ چیزی حاصلش نشد. حقیقت الله تعالی ایمان بدهند. اینا که ایمان ندارن همینطور جانشون کنده. انما یرید، بی خاطر الله تعالی میگه لا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله. الله تعالی تصمیم گرفته است که معذب کند آنها را با این مالها در حیات دنیا و جان آنها بره بیرون، روح آنها از بدنشون بره بیرون در حالی که کافرند. باشه مثل سگ. همین الله سبحانه و تعالی فرمود پیغمبر اسلام که الدنیا جیفتون و طالبها کلاب. همون دنیایی که صاحب دنیا ایمان ندارد، رسول پاک صلی الله علیه و آله فرمود دنیای او جیفه است و طالب اون دنیا سگا. این خاطر الله تعالی میگه و یحلفون بالله انهم لمنکم. اینها وقتی شما برگردی پیغمبر قسم میخورن به خدا که آنها از شما مسلمانان هستند، حالان که الله تعالی تردید میکند، حالان که و ما هم منکم، آنها از شما نیستند، حقیقتا از شما نیستند. ولکنهم قوم یفرقون. خب از ما نیستند، چرا قسم میخورن که از ما هستند؟ چرا قسم میخورن که از ما؟ الله تعالی میگه خیلی میترسن که مبادا شلاق عمری بالای سر ما بیاد، شمشیر صدیقی ما را کلم نکنه. خیلی میترسن. چرا قسم میخورن که از شما هم؟ ولکنهم، به این خاطر که آنها قومی بسیار ترسو هستن. یفرقون، خیلی میترسن، خیلی ترسوان، از ترس میاند و میگه ما مسلمانی، ما باید متحد و متفق باشیم. چرا؟ اینا میترسن، خیلی میترسن. ولکنهم قوم یفرقون لا یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمحون. اینا در میدان نبرد اینقدر بیمانها ترسو هستند که اگر اینها یک پناهگاهی را میآورند یا یک کوهستانی در غاری در کوهستانها یا یک سوراخی که فقط سر آنها بره مخفی بشه، مدخل یک سوراخ مکانی که داخل بشن در آن ولو هم تنگ باشه، یعنی یک سوراخی، تو لولوا الیه، باز میگردن به طرف این پناهگاه، به طرف این غار در کوهستانها، مغارات در کوهستانها، یا یک جای سوراخ روباهی شغالی را ببینن، تو لولوا الیه، فوراً میگردن به طرف آن و از میدان نبرد فرار میکنن، در حالی که اینها یجمحون به سرعت میروند. لیکن یجمحون یک اصطلاح عربی هست. مثلا میگن جمع الفرس، اسب بسته، اسبر بسته، خود را میکشد از ریسمان، میکشد. اگر این ریسمان کنده بشه با چه صورتی میدون؟
مثلا هر شی بر وحشی بر شتری باشد گوسفندی باشد به ریسمان بسته و خود را میکشد ریسمان میکشه وقتی ریسمان کنده بشه چطور فرار میکنه اینها همینه مثل اسب سرکش متمرد چطور میکشه خود را به محضی که ریسمانش کنده بشه چطور میدوه این همونه جموع همینه میگن در حالی که اینها ریسمان را پاره میکنن معنی سلیسش اینه حالا معنیش عموما میکنن یسرعون اسران کالفرس الجموع اینها به سرعت میدوند مثل اسب سرکش که وقتی از لگام و از بند خلاص میشه چطور به سرعت میدوند. خب این صنف دوم اول اینا بودن که الله سبحانه و تعالی گفت که ما را نبرین طرف ما تو فتنه میافتین الله تعالی سرزنششون کرد و مذمتشون کرد انفاق اینها رایگان هیچ ارزشی نداره. گروه دیگر از منافقین تا نمیزدن پیغمبر علیه السلام تقسیم میکرد این مال غنیمت را یا دیگر مالهای زکات را تقسیم میکرد به فقرا و مساکین میداد و اینها هم تمام میکردن که باید ما داده بشه. مال زکات را پیغمبر علیه السلام به فقرا و مساکین میداد و ببین چقدر پارتی بازی میکنن چقدر از خودی ها را میده ما را نمیده مهاجرین مسکین را میده مهاجر بوده هیچی نداشتن این خاطر تانه میزدن پیغمبر و منهم و بعضی از این خبیث ها کسانی هستند که یلمزو که فی صدقات عیب میزنن شما را ای پیغمبر در تقسیم صدقات اگر داده شوند آنها مطابق میلشون از این صدقات ترد و خوشحال میشن و اگر داده نشوند از این صدقات بنیسی مطابق میلشون تو اذا هم یسقطون فوراً اینها ناراضن و چرا میکنن. الله تعالی میگه بدبختها اگر این شومبختها خوشحال میشدند و پسند راضی میشدند به آنچه که خدا میدهد آنها را ما فوق اسباب و رسول به آنها میده ما تحت اسباب و اینها میگفتن حسبنا الله بس است و کافی است ما را الله ان قریب میدهد به ما الله از فضلهای خودش و رسول گرامیش انا الی الله راغبون ما به طرف خدا راغبیم. اگر این کلمات را اینها راضی میشدن اینها همه شرط ببین لو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون این همه جمله ها شرطن جزاش لکان خیر لهم برای آنها خیلی خیر. اگر اینها به ما آتاه الله و رسوله خوشحال می شدن حسبنا الله می گفتن سیؤتینا الله من فضله می گفتن و رسوله انا الی الله راغبون می گفتن تو لکان خیر لهم جزا معذوفه برای آنها خیر برای شومبختها پیغمبر را تا نمی زنن. حالا بیان مستحقین زکات حد چه کسانی مستحق زکات کیه؟ بین خاطر در تردید منافقین و اون سرمایه‌داران کلمه حصر آمد انما صدقات فرضیه مثل زکات اینها به فقرا اختصاص دارند فقیر به اون کس میگویند که هیچی نداره والمساکین و به آنهایی که مسکینند مسکین کسی را میگن که مقداری دارد زیاد ندارد قوت لا یموتی دارد والعاملین علیها و آنهایی که عاملند بر صدقات یعنی از طرف حاکم و از طرف حکومت اینها مامورند که برن زکات جمع کنند از مردم. خب این عاملین علی صدقات از همین زکات حقوق بدن حاکم اون زمان اینا را عاملین علیها میگن والمؤلفت قلوبهم و آنهایی که دل آنها به دست آورده می شود که کافرن و فقیرن لحظه مال زکات باید به آنها داد تا دل آنها به دست آمد. این خاطر این صنف را در کتاب های فقهی میگن که منسوخه به خاطر این که الان نیازی نیست که ما دل کافر را به دست بیاریم و اسلام
عزت و شوکت پیدا کرده، حکومتی بزرگی در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. گفت الان ما نیازی نداریم که دل کسی را به دست بیاریم. اون زمان ما نیاز داشتیم که جمعیت ما کم بود. این کافرها را از زکات میدادن تا که دل آنها تعالی بشه و به طرف اسلام میل کنند بیان. لیکن حضرت توجیه خیلی خوب میکنه. گفت این اهل بدعت و اهل فساق و فجار که به خاطر فقیرن، حالا باید به اینها داد تا دل آنها به دست آمد، توی جماعت تبلیغ تشکیل بشن، توی مدرسه ثبت نام بکنن، بیان توی مسجد. خب از این کانال دل این انسان ها را به دست باید آورد. انسان های نادار که به دین تمایل ندارن، با دادن مال دل اینها را به دست آوردن، این هم هست. والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب، اهل بدعت را، اهل زیغ را، اهل انحراف را با دادن مال توی خط آوردن خیلی خوبه. میشه که بیاریم اینها را. واقعا هم باید کسی که ثروت داشته باشد همچنین انسانهایی را کم توجه میکنن، با دادن مال اینها را آوردن تو سر کلاس، این خیلی چیز خوبیه. اینها را آوردن تو جماعت تشکیل کردن، اینها را آوردن تو مسجد، بریم بابا مسجد خدمت میکنن، افطاری میدن. خب بیارید، حالا میشنود آخر خودش میشود مخلص. و فی الرقاب و الغارمین، و برای فک رقاب، آزادی گردن، که غلام ها قدیم مال میخواستن صاحبانشون تا که آزاد بشن مکاتبهشون میکردن، حالا برای آزاد کردن گردن غلام ها که الان در حال حاضر هیچ غلامی نیست، و الغارمین، و اون انسان هایی که مقروضن، قرض چه کانالی به گردن آنها آمده. زکات مال غارمینه که اونها به آنها داده بشن تا آنها دیون خود را ادا کنند. و فی سبیل الله، و در راه خدا، کسانی که در راه خدا محبوسند، استطاعت سفر ندارند و مشغولن، حالا مجاهدن، طالب علمن، یا دیگه کسانی هستند که در راه خدا هستند، اینها را مصرف زکاتن، و ابن سبیل و مسافری که در محل خودش همه چیز دارد لیکن اینجا آمده در این شهر از زاد و راحله خودش مانده، این مسافر را هم دادن تا که به مقصد برسه هم جایز هست. غارمین فی سبیل الله، مجاهدین و طلب علم و کسانی که دیگه در راهای دیگر الهی مشغولن و کسب و کار نمیتونن بکنن و فقیرن، اینها فی سبیل الله هستند. و ابن سبیل، خلاصه فریضه من الله، فرضی از جانب خدا هست. این فریضه مفعول مطلقه، فرض لا فریضه، فرض کرده خدا زکات را و در این مورد داده بشه. بعضی از ائمه میگن باید به هر سنفی از این سنف‌های هشتگانه کم از کم به 3 نفر بدن. بله امام ابو حنیفه میگوید لازم نیست، اینها مصارفند. اگر تنها شما به فقرا بدید، تنها به مساکین بدید، عاملین بدید، هم مسئله نیست، جایز است. والله علیم حکیم، الله تعالی علیم است، مناسب و نامناسب را میداند، حکیم است، در مناسب حکم میکند. خب این گروه سوم از منافقین، پیغمبر علیه السلام را نعوذ بالله اهانت کردند. گفت این پیغمبر گوشیه، گوش هر چیز را میشنوه، گوش خوشی و ناخوشی و هر حرف را گوش میشنوه. یعنی اینها پیغمبر علیه السلام را نعوذ بالله تشبیه دادن به گوش که هر چیز میشنود و باور میکنند. الله سبحانه و تعالی فرمود نه، اینطور نیست پیغمبر من. یعنی پیغمبر علیه السلام را بلا نسبتی که انسان ساده لو و نادان گفتند که این حرف هر کس را باور میکنه به هر طرز کسی حرف میزنه. و من اون بعضی از این خبیثات کسانی هستند که اذیت میکنن پیغمبر را، نعوذ بالله پیغمبر را ساده لو میگن و میگوین که این پیغمبر گوشیه. یعنی این گفتن گوش، یعنی این پیغمبر مثل گوش عقل نداره، هر حرف را باور میکنه، میشنوه و باور میکنه. قل بگو پیغمبر به اینها که او گوش خیره، میشنود خیر شما را
او ایمان بالله دارد، یقین میکند، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، حرف خدا را باور دارد پیغمبر و حرف مؤمنین را. خودنها از شما را میشنود و هیچ چیزی باور ندارد. او میشنود خیرهار شما را. اذن خیر لکم، شنوای خیر شما هست. او تصدیق میکند الله را و تصدیق میکند مؤمنین را و او رحمتی است برای مؤمنین از شما، اونهایی که مؤمنند او رحمت است. او الذین یؤذون رسول الله، ثمره توهین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آنهایی که اذیت کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، برای آنها عذاب علیم هست. اینها اول میگفتن این پیغمبر گوشه، اذنون، یعنی هر چیز را میشنود، خیر و شر رو باور میکند. فرمود نه، اونی که خیره اونو میشنود، اونی که شر پیغمبر با او کاری ندارد، یعنی نمیپذیرد. فقط سخنان صادق را قبول میکند. معنیش اینه. اونایی که کاذبند و دروغند اونها را باور نمیکند. به قرینه اینه گوش خیره برایش، خیره شما را میشنود و باور میکند. یعنی تنها سخنان صادق را پیغمبر که شما صادقانه بگید باور میکنه. اینها راست هم میگفتن، دروغ هم میگفتن. اون پیغمبر تصدیق میکند خدا را، تصدیق میکند مؤمنین را، بر سخنان مؤمنین اعتماد دارد و رحمتی برای مؤمنین است از شما. منافقین در لیست مؤمن بودن یا نبودن؟ کلمه میخواندن، نماز میخواندن، در جبهه بودن. خب والذین یؤذون رسول الله را، پیغمبر را اهانت میکنند که میگن گوش هر چیز را میشنود و باور میکند. هدف آنها از این کلمه همین بود. برای آنها عذاب علیم است. قسم میخورند برای شما ای پیغمبر. مرض سوم حلف کاذبه. قسم میخورند به خدا برای شما تا شما را خوشنود کنند. با قسم میخوان شما را خوشنود کنند تا که مال و جان خود را محفوظ، مال و جان آنها محفوظ مانند. الله و رسولش حقدارترند که او را خوشنود کنند. حالا این ضمیر یرزوه، ما قبل الله و رسوله احق ان یرزوه ما باید میگفت یرزوه، اون خدا را راضی. خب رضای خدا رضای رسول، یا رضا کنن پیغمبر را، رضای پیغمبر هم رضای خدا. به این خاطر الله سبحانه و تعالی یا مراد بر اخلاص الله و رسولش حق دارترن که خوشنود کنند هر یکی را، که خوشنودی یکی خوشنودی دیگری هست. انکان مؤمنین، اگر اینها ایمان دارن و در ادعای ایمان راست میگن تو خدا را راضی کنند، پیغمبر را راضی کنند. برای شما مؤمنین قسم‌های میخورند تا که شما مؤمنین را خوشنود کنند و از شما جان و مال خود را محفوظ کنند. حالانکه خدا و رسولش حقدارترند که اینها راضی میکردند با اخلاص، با ایمان خالصانه. علم یعلمو تخفیف اخرویه، آیا این کفار منافقین مگر نمیدانند شان این است، این ضمیر شانه که هر کس مخالفت خدا و رسول کند تو پس برای او نار جهنم است، همیشه تو نار جهنم میماند. این رسوایی عظیم است. ولی اینها نمیدانند مخالف خدا و رسول مستحق جهنم میشه. زد بر استهزاء. یحذر المنافقون، همیشه خوف دارن منافقان از نزول سوره‌ای که خبر کند آنها را به آنچه در دل آنها. همیشه میترسند از نزول سوره‌ای بر سر آنها. هم جمله را به معنی مصدر میکنم، این خاطر من نزول معنی میکنم. خوف دارن منافقین از نزول سوره‌ای بر آنها.
چنان سوره ای که تنبئهم بما فی قلوبهم، خبر کند مؤمنین را به آن نفاقی که در دل منافقین است. از نزول چنین سوره همیشه حراس دارد. بی خاطر الله سبحانه و تعالی میگه استهزئوا، شما تمسخر کنید پیغمبر را، نعوذ بالله، گوش بگید یا کلمات دیگر اهانت آمیز بگید، شما مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون، الله تعالی ظاهر میکند آن نفاقی را که شما حذر دارید از ظهور آن، خوف دارید از ظهور آن، خدا او را ظاهر. اینها در سفر در مسیر کلمات اهانت آمیزی گفتند که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها الاذل. هم در تبوک بود، خود را اعز و صحابه را از اذل گفتند که از اینجا اگر برگشتیم لحظا عزیزهای مدینه نعوذ بالله ذلیلهای مدینه را اخراج بود. وقتی از اینها سوال کردند شما چنین چیزی گفت نه ما شوخی کردیم، کلمات دیگر اهانت آمیزی و پیغمبر علیه السلام و مؤمنین گفتند قل بگو بینا استهزئوا، شما استهزاء کنید. الله ظاهر میکند آن نفاقی را که شما حذر دارید، خوف دارید از اظهار آن. و وقتی اگر شما سوال کنید ای پیغمبر از این شومبختها که چرا استهزاء کردید، تو فوراً در جواب میگویند که انما كنا نخوض، ما داخل شدیم در حرفهای شوخی و نلعب و بازی کردیم، شوخی کردیم. و بین خبیثها اب الله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، شما به خدا و آیاتش و پیامبر گرامیش شما شوخی دارید، استهزاء دارید. همونه که میگن شوخی بارش بابا هم شوخی، عجب انسان های احمقی هست شما. ما شوخی کردیم، شوخی با خدا و رسول. لا تعتذروا، عذر مطرح نکنید، عذر پیش نکنید که عذر شما پذیرفته نمیشه. لا تعتذروا، چرا؟ قد کفرتم بعد ایمان، شما کافر شدید بعد از اظهار ایمان. گفتی مثلا پیغمبر گوشه، هر چی که بگیم میشنوه. نعوذ بالله پیغمبر یک انسان ساده ای، هیچ تمیز خوب و خراب را، شوخی و غیر شوخی را ندارد. حالا میشه اینکه وقتی کسی را مردم به شوخی میگن. اینها پیغمبر علیه السلام را همینطور فکر کردن. این خاطر الله تعالی میگه اصلا عذر پیش نکنید. لا تعتذروا، چرا که قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدید بعد از اظهار ایمان. بعد ایمان کنه بعد اظهار ایمانتون. اگر ما عفو کنیم از یک دسته از شما به خاطر توفیق ایمان بهش بدیم، تو نعذب طائفه، حتما عذاب میدیم طائفه دیگر را به خاطر اینکه توفیق ایمان بهش نمیدیم. عذاب میدیم طائفه را یعنی توفیق ایمانش نمیدیم، به سبب اینکه آنها کانوا مجرمین، بودن مجرم در علم ازلی الهی، در علم ازلی الهی شومبختن. حالا مورد نظر منافق و منافقات، الله تعالی مورد نظر آنها را بیان میکنه. المنافقون و المنافقات، مردان منافق و زنان منافقات، بعض اینها از بعض دیگر سبک میگیرن، بعضهم من بعض، یعنی بعض اینها از بعض دیگر درس میگیرن. درس که چی چیز دارد؟ یامرون بالمنکر، امر به منکر میکنه یک دیگر را، یعنی کفر و شرک و نفاق، و نهی از معروف میکنن، توحید و ایمان. و یقبضون ایدیهم، دستهای خود را بند میکنن، یعنی در راه خدا انفاق نمیکنن. ثمره چهارم اینها چیه؟ به وجه عدم ایمان نسوا الله، خدا را فراموش کرده، یعنی توفیق عبادت و طاعت خدا را ندارن. فنسیهم، خدا هم آنها را فراموش کرده. ان المنافقین هم الفاسقون، به تحقیق منافقین همینها فاسقان درجه یک هستند، نافرمانند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. إلى الذين عاهدتم